من این اسپیکر رو باز کردم، جا یو اس بیش مشکل داشت. یه لحظه چشم به این سیم افتاد، نگاش کردم یه سرش رها بود، یه سرش جوش خورده به شاسی. فکر میکنم نمیدونم اینا واسه چی یه سرشو جوش دادن شاسی، یه سرش آزاده. به چه کاری میاد، چه دردی میخوره؟ خودتون نگاه کنید خدا وکیلی. این چیه مثلا؟ واسه چی گذاشتن تو این اسپیکر یه سرش هم اینجوری آزاده؟ سلطان خودت چرا لو دادی آخه؟ با این حرفا نمیگی داخل اون سیم میکروفون و دوربین نانو میذارن، تو رو شناسایی میکنن، ما این دانشمند بزرگ تعمیرات اسپیکر رو از دست میدیم؟ آقا اون آنتن رادیو اف ام از اسپیکر، هر اسپیکری یه دونه رادیو اف ام داره، اونو گذاشتن برای اون. زیاد خودتو مشغول نکن. پیج ما رو حمایت بکنید. گیلانسل در خدمت شما با ترفندهای جالب و خفن.